با سلام و عرض ادب خدمت شما علاقه‌مندان به مباحث موتورهای دایسک شرکت پرمیوم. در این فیلم آموزشی می‌خوایم درباره یکی از موضوعات به شدت مهم در بحث موتورهای دایسک صحبت کنیم. در این نوع موتورها بحثی مطرح میشه به نام به هم خوردن تایم موتور، یا به اندازه نچرخیدن موتور، یا از جهت رد کردن موتور. معمولا از این واژه‌ها براش استفاده میشه. یعنی که وقتی ما موتور رو تنظیم میکنیم، چه در حالت یوزال و یا چه در حالت دایسیک، بعد از چند روز کار موتور می‌بینید عدد یوزال شما تغییر پیدا میکنه، اشتباه میچرخه، یا به اندازه نمیچرخه، یا اینکه کم میچرخه، یا اینکه زیاد میچرخه. میخوایم به صورت یکم تخصصی تر راجع به این مسائل صحبت کنیم، مواردی که روی این قضیه تاثیرگذار هست. یک بار می‌بینید شما موتور شما بعد از یه هفته کار، یک ماه کار، 2 ماه کار، باز موتور به اندازه باز نمیچرخه باز دوباره. یا اینکه می‌بینید نه موتور شما خوب کار میکنه، یه بار می‌بینید قاطی میکنه و همه جهت‌ها رو گم میکنه باز دوباره. یا اینکه می‌بینید نه بعد از خاموش و روشن شدن موتور این اتفاق با موتور شما باز میفته و موتور باعث میشه که موتور تمام جهت‌ها در اون پاک بشن باز دوباره. منابعی که برای این تولید این فیلم آموزشی استفاده کردم مثل همیشه اولین منبع کانال خود استاد حسن هست. در کانال استاد حسن فیلمایی که ما قبلا ساختیم استاد محبت کردن در کانال خودشون گذاشتن. آدرس کانال تلگرامی ایشون هست t.me/weblog-hasangold. میتونید با سرچ کردن این در واقع عنوان کانال در تلگرام به کانالشون دسترسی داشته باشید. استاد مطالب به شدت عالی در کانال خودشون میذارن. تمام فیلمایی که ما قبلا ساختیم در اینجا وجود داره، میتونید روشون یک بازبینی تازه انجام بدید و مطالب استاد توصیه میکنم با دقت هرچه تمام مطالعه کنید. بسیار کانال خوب و مفیدی هستش. آدرسش رو من براتون در مونتاژ براتون در پایین در زیر براتون میذارم، میتونید حتما وارد بشین و روش مطالعه داشته باشید. منبع بعدی هم که خود PDF هست. تمام این مطالبی که میخوام در این فیلم آموزشی میخوام بگم همه اینا در PDF وجود داره، براتون نوشتم و به اندازه کافی توضیح دادم. حتما مطالعه سعی کنید داشته باشین و عرضم به حضورتون که خود کانال یوتیوب بنده هستش که اون 6 فیلم آموزشی که من قبلا براتون گذاشتم، در تمامی این 6 فیلم تمام مواردی که باعث میشده که تایم موتور به هم بخوره من اینجا ذکر کردم براتون. پس اگر شما فیلم آموزشی رو دیدید و براتون سوالی پیش اومد، میتونیم متناسب با نوع مطلبی که در اون فیلم آموزشی دارم بیان میکنم به این 6 فیلم مراجعه بکنید. آدرس ما هست @ebook.premium2021. تو مونتاژم براتون میذارم پایین تصویر راحت ببینید. بهتون توصیه میکنم که اگر خیلی علاقه‌مند هستیم به مباحث موتورهای دایسک شرکت پرمیوم، 6 فیلم رو حتما با دقت، درست زمان فیلم ها زیاد هستش ولی ارزشش رو داره و پربازدیدترین در واقع فیلمی که ما گذاشته بودیم که تا الان تا لحظه ضبط این ویدیو نزدیک 3100 تا ویو تا خورده، فیلمی بود که درباره مدارفرمان بود که من در این فیلم یه حدود 65 دقیقه بود به طور کامل 0 تا 100 در واقع نحوه دستور گرفتن برد موتور از رسیور رو براتون بیان کردم، خرابی‌هاش رو گفتم و مواردی که میتونید بهش مراجعه بکنید و از اون میتونید شما در راحتی استفاده بکنید. عرضم به حضورتون که سرفصلایی که ما در این فیلم آموزشی میخوایم درباره‌شون صحبت بکنیم من باز کنم شما میتونید راحت ببینید. مباحث قابل ارائه در این فیلم آموزشی: الف، مفهوم تایم در موتورهای دایسک. اصلا تایم موتور یعنی چی؟ چرا ما روش این اسم گذاشتیم تایم؟ در PDF هم من به همین عنوان ازش اشاره کردم. اگر این تایم به هم بخوره چه اتفاقی میفته؟ خب به اندازه نمیچرخه، یا کم میچرخه، یا زیاد میچرخه، یا از اون جهت رد میشه، یا اصلا به اون جهت نمیرسه، یا با خاموش روشن کردن موتور چه اتفاقی چه همیشگی باعث میشه که تمام جهت‌ها پاک بشن. راجع این موضوع حتما صحبت خواهیم کرد. تقسیم بندی دلایل به هم خوردن تایم موتور، ما اونا رو به دو دسته تقسیم کردیم. دلایل گیر مکانیکی که شامل خورشیدی کف موتور میشه و قطعات گیربکس که همون چرخ‌دنده‌ها میتونن باشن. دوم الکترونیکی هستش که شامل برد موتور و میکرو سویچ ها و در واقع مدار بین اونها در واقع هستش. مورد دوم رو که مورد در واقع شامل برد میشه من به 10 آیتم تقسیمشون کردم براتون. مروری بر گیربکس های سرعتی و قدرتی و ارتباط آنها با IC میکرو. حالا درسته گیربکس و قدرتیش به بخش اول در واقع مربوط میشه ولی خب اینجا ما ازش قید کردیم اینجا این مورد رو براتون.
دوم مروری بر بردهای تأخیری و بردهای سوپر اسپیدی. میرسیم بهشون که چرا میگیم ما در بردهای تأخیری اصلا چی هستن، از کجا فهمیم برد تأخیری هست یا تأخیری نیست، و برد موتور مود سوپر اسپیدی. سوم مروری بر مدار ترمز که شامل رله ها و میکروسویچ ها و اتصال بین آنها بود که ما در یک فیلم راجع به این موضوع مفصل صحبت کردم، ولی باز اینجا نکاتی رو که بیشتر تاثیرگذار هست روی تایم موتور اینجا براتون حتما صحبت خواهیم کرد. آیسی حافظه و معرفی مدار مربوط به آیسی حافظه که شمارش 93C46. ببینید توی این فیلم آموزشی ما فقط درباره بردهای اصلی میخوام صحبت بکنم. بردهای اصلی بردهایی هستن که شماره آیسیشون 93C46 هستش. مروری بر مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی و قطعات آن و نقش این مدار در به هم خوردن تایم موتور. این مدار یکی از کلیدی ترین و مهمترین مدارات در واقع این برد هستش که وظیفه به شدت خطیری روی این مدار به عهده داره. من راجع به این مدار در فیلمی که در بحث آیسی حافظه بود مفصل صحبت کردم، به طور کامل، جامع و بسیار دقیق توضیح دادم که این مدار چجوری کار میکنه، اگر ولتاژ دیود زنر بیاد پایین چجوری این مدار با اختلال مواجه میشه. عرضم به حضورتون که چه مواقعی ممکنه اتفاق بیفته که موتور شما در فرکانس‌های عمودی وقتی خاموش میشه جهت‌ها دیگه تو خودش ذخیره نمیتونه بکنه، اما در افقی میتونه. اینجا باید بهشون حتما اشاره خواهم کرد، ولی شما به اون فیلم میتونید مراجعه کنید و اون روش یه بازبینی خوبی داشته باشید. مروری بر نقش مدار سنسور اثر حال در به هم خوردن تایم تدریجی موتور. تدریجی یعنی که موتور شما در ظرف 1 ماه، 2 هفته، 10 روز، 5 روز، 6 روز احساس میکنید که موتور یه کوچولو تایمش به هم خورده، یعنی یه مثلا نیم درجه، یه درجه جهت یا رد میکنه یا به جهت نمیرسه. میگیم که این مدار چه تأثیری میذاره. مروری بر نقش سلامت ولتاژ 5 ولت برد موتور و تأثیر آن بر به هم خوردن تایم موتور چیه. درسته شما ولتاژ 5 ولت رو دارید، ولی اگر اون ولتاژ 5 ولت یه سری نقص هایی داشته باشه میتونه تاثیرگذار باشه روی بعضی از قطعات برد موتور و اون قطعات میتونن در به هم خوردن تایم موتور چه تدریجیش یا چه کلیش میتونن به حال تاثیرگذار باشن. دلایل به هم خوردن تایم تدریجی تایم موتور در طی یک مدت کوتاه، مثلا چند روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، شاید شما مثلا بعد 1 ماه ببینید مثلا طول موتورتون یه درجه تغییر پیدا کرده، بعد چگونه این قضیه بعد مدیریت باید بشه. دلایل به هم خوردن تایم موتور بعد از خاموش و روشن کردن موتور، شما موتورتون رو خاموش می‌کنید، روشن می‌کنید، همه جهات پاک شده که باز اصلا اینجا تایم موتور باز دوباره به هم خورده. دلایل به هم خوردن تایم موتور بعد خاموش و روشن شدن موتور به صورت کاملا اتفاقی. ما اینجا مورد داشتیم که موتور رو 10 بار خاموش روشن می‌کرده، 8 بارش 9 بارش خوب بوده، یه بار بعد خاموشن شدن تمام جهات پاک می‌شدن. و قسمت جیم اجرای دستور گو تو رفرنس برای تایم کردن دوباره این موتور. وقتی گو تو رفرنس اجرا بشه در واقع چه اتفاقی میفته که موتور تایمش باز دوباره تنظیم میشه و موتور روی نقطه صفر میره میسته و اون در واقع اختلاف درجاتی که به وجود داره رو تصحیح میکنه. و در قسمت آخر هم قسمت جمع‌بندی هستش که تمامی مواردی که به شما گفتم رو میام جمع‌بندی میکنیم. بهتون توصیه میکنم که این فیلم آموزشی رو حتما با دقت نگاه کنید. به علاوه بر در طول فیلم آموزشی به شدت توجه کنید به نکاتی که مطرح میکنم. به حال این نکات هم بعد علمی داره و هم بعد تجربی داره و میتونه یه فیلم آموزشی خیلی خوب و با محتوای به شدت قابل توجه. امیدوارم که از این فیلم هم استفاده لازم رو داشته باشید. لطفاً در ادامه فیلم با ما همراه باشین. تشکر از شما. میخوایم درباره تایم موتور صحبت کنیم. آشنا بشیم ببینیم اصلا تایم موتور یعنی چی؟ یعنی چی میگیم تایم موتور به هم خورده؟ عرضم به خدمتتون که برای اینکه با این مفهوم آشنا بشیم اول باید بررسی کنیم ببینیم که ارتباط یک رسیور با موتور چگونه است. ببینید من اینو بزرگش بکنم اینجا. ببینید یه رسیور داریم و یه موتور داریم. میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم اساساً ارتباط رسیور با موتور چگونه است. آیا یک ارتباط یک طرفه است؟ آیا یک ارتباط دو طرفه است؟ آیا رسیور میدونه الان موتور کجا ایستاده که بخواد بهش دستور چرخش بده که به کدوم سمت بخواد بچرخه؟ اساساً ارتباط تمامی رسیورهای تلویزیونی موجود در بازار الان
و تمامی موتورهای دایسک موجود در بازار که ما حالا در بحث پرمیوم میخوایم بحث کنیم که برای همه‌شون هم صادق هست، یک ارتباط یک طرفه است، چه در حالت یوزالش و چه در حالت دایسکش. اساساً رسیور نمیدونه موتور الان کجا ایستاده. الان موتور به سمت غرب رفته خوابیده، به سمت شرق رفته خوابیده، موتور روی مثلا یک درجه شرقی ایستاده، روی یک درجه غربی ایستاده، اصلا موتور میچرخه، موتور نمیچرخه، اصلا موتور خراب شده، اصلا براش مهم نیست رسیور. رسیور فقط به موتور دستوری ارسال میکنه که شما باید در کدام جهت، یعنی شرق یا غرب، و به چه اندازه باید چرخش داشته باشی. وقتی که رسیور به موتور میگه شما باید 20 درجه به سمت غرب بچرخی، این 20 درجه نسبت به نقطه صفر موتور که داره بهش ارسال میکنه. یعنی وقتی که شما میاید طول عرض موتورتون رو تعریف میکنیم، وقتی که ما مثلا میگیم طول موتور ما 48 درجه شرقی و اینو در رسیور ثبتش میکنیم، اونو به عنوان نقطه صفر در نظر میگیره. وقتی که شما مثلا ماهواره بعد رو انتخاب میکنید، خب بعد 26 درجه است، 48 درجه طول موتور، 48 به 26 میکنه و شروع به چرخش میکنه و میاد روی نقطه مورد نظر میاد میسته. پس این خود موتور هست که باید بداند آخرین بار کجا ایستاده، که وقتی که دستور براش از سمت رسیور ارسال بشه موقعیت کنونی خودش رو بدونه و شروع به محاسبات لازم رو انجام بده و شروع به چرخش بکنه. این مقدار که موتور الان بدونه کجا ایستاده، به سمت شرق و یا به سمت غرب هست، باید به گونه‌ای باشه این مقدار که وقتی این موتور هم خاموش شد اونو بتونه در آیسی حافظه خودش نگهداری بکنه، که وقتی که دوباره برق به موتور رسید عمل بازخوانی از طریق آیسی حافظه رو بتونه آیسی میکرو انجام بده و بتونه مواد کنونی خودش رو پیدا بکنه باز دوباره. اگر غیر از این باشه اصطلاحاً میگیم این موتور تایمش به هم خورده. با هم نگاه کنیم پاورپوینت رو ببینید. ارتباط رسیور با موتور یک ارتباط یک طرفه بود. یک طرفه. یا آیسی میکرو داریم این وسط، ما داریم زمانی که رسیور دستوری رو به موتور ارسال میکنه، آیسی میکرو به واسطه مدارفرمان میاد این دستور رو در خودش در واقع بازبینی میکنه و میخواد انتخاب به چرخش بکنه. روی بورد کوچک روی آرمیچر ما یک سنسور داریم که سنسور اثر حال بهش میگیم، به شماره 1816. زمانی که رله شرق یا رله غرب به دستور آیسی میکرو میچسبه و آرمیچر شما به سمت غرب یا به سمت شرق شروع به چرخش میکنه، این آهنربایی که روی این شفت کوچیک قرار داره شروع به چرخش میکنه و این سنسور اثر حال هست که تعداد دورها رو میاد میشماره، 1 2 تا 10 تا 20 تا 30 تا. مثلا اگه این آرمیچر در هر دقیقه، آرمیچر موتور شما در هر دقیقه 5800 دور داره میزنه، پس سنسور اثر حال ما میتونه 5800 بار در دقیقه تحریک بشه. ارتباط سنسور اثر حال و آیسی میکرو یک ارتباط یک طرفه است، یعنی آیسی میکرو فقط از روی سنسور اثر حال داده ها رو میخونه و بعد در نهایت اونا رو در آیسی حافظه خودش ذخیره میکنه. ارتباط آیسی میکرو و آیسی حافظه یک ارتباط دو طرفه است، به این مفهوم که وقتی که این داده ها رو میشماره، زمانی که موتور میخواد خاموش بشه، که حالا در بحث مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی حتما دربارش من مفصل حتما صحبت خواهم کرد، میاد این داده ها رو از آیسی میکرو اونا رو به آیسی حافظه منتقل میکنه و موتور خاموش میشه و وقتی که موتور روشن میشه این پارامترهایی که نیاز داره رو از آیسی حافظه به آیسی میکرو دوباره منتقل میکنه. از این رو ارتباط آیسی میکرو ما و آیسی حافظه ما که شمارش 93C46 در بوردهای اصلی هست یک ارتباط دو طرفه در واقع هستش. اگه به این فیلم با دقت نگاه کنید، این فیلم رو من در فیلم‌های آموزشی قبلی براتون استفاده کرده بودم. ببینید در این فیلم من دکمه قلب رو فشار میدم و موتور من شروع به چرخش میکنه. میزان عددی که روی 7 سگمنت شما اینجا میتونید ببینید دقیقاً با میزان عددی که این زبانی روی شفت قرار داره یه عدد. لطفاً ببینید
ببینید اینجا الان عدد من عدد 10.2 رو داره به سمت غرب نشون میده و اینجا شفت منم رو عدد 10 اومده ایستاده. این نشون میده که این موتور تایمه. اگر بین این دوتا عدد اختلافی وجود داشته باشه، مثلا اینجا عدد 1 رو داره نشون میده و اینجا رو عدد و اینجا شفت موتور شما رو عدد 2 ایستاده، روی 1.2 حتی ایستاده باشه، کوچکترین تغییری که روی این دوتا پارامتر، یعنی عددی که در آیسی میکرو وجود داره و عددی که شفت موتور شما روی اون قرار داره، اختلافی وجود داشته باشه، این به اون مفهومه که تایم این موتور به هم خورده. ممکن تایم موتور شما 0.1 درجه به هم خورده باشه، ممکن 2 تا، ممکن 3 تا، ممکن 10 تا، ممکن 20 تا، ممکن 30 تا، ممکن 40 تا و عدد دیگه ممکن اختلاف بینشون وجود داشته باشه. اگر این اختلاف به وجود بیاد باعث میشه که وقتی که رسیور شما دستوری برای چرخش به موتور ارسال میکنه، موتور شما به اندازه کافی نچرخه، یا کم بچرخه یا زیاد بچرخه. حالا بعضی مواقع هست که این اختلاف یه عدد ثابت میمونه همینطور بنا به یه سری دلایلی که حالا ما میتونیم با تغییر دادن عدد یوژار یا در حالت دایستیک با کم و زیاد کردن میتونیم اینو جبرانش بکنیم. ولی اگر این تغییر مرتب کم بشه یا اینکه زیاد بشه یا اینکه یه بار خوب باشه یا اینکه یه بار بد باشه، این موتور باید تعمیر بشه. ما در این فیلم آموزشی میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه عواملی وجود داره که این اختلاف عدد به وجود میاد، کجای این برد موتور دستخوش این مشکل میشه، چه مداراتی در این موتور وجود دارن که باعث میشه این عمل ذخیره سازی این عدد تایم اینقدر دقیق انجام باید بشه. ممکنه موتور شما در حال چرخش باشه یا برق قطع بشه، خب باید این پروسه انتقال این عدد دقیقاً باید در زمان ممکن انجام باید بشه. ببینید در ادامه فیلم لطفاً اینجا الان شفت موتور ما، زبانی شفت موتور ما روی عدد 10 اومده ایستاده، در حالی که در 7 سگمنت شما عدد دیگه رو خواهید. لطفاً توجه کنید. ببینید اینجا الان عدد 0 در حالی که زبانی شفت موتور ما روی عدد 10 ایستاده. پس اینجا تایم این موتور به هم خورده. به هم خوردن تایم در موتور دایستیک میتواند ناشی از خرابی های مکانیکی باشد، شامل چرخدنده ها میتونه باشه، شامل چرخدنده خورشیدی میتونه باشه و اینکه میتونه از خود برد موتور هم میتواند باشد. در این فیلم آموزشی ما میخوام این علل رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چه پارامترهایی وجود داره، چه نوع خرابی هایی وجود داره، این خرابی ها ناشی از چی میتونن باشن، چگونه باید اون رو بعد رفع بکنیم. لطفاً با در ادامه فیلم همراه باشید. تشکر از شما دوستان. خب در ادامه بحث میخواییم درباره عرضم به حضورتون که دلایل مکانیکی که شامل چرخدنده خورشیدی و قطعات گیربکس هست صحبت کنیم و بگیم که در گیربکس و چرخدنده خورشیدی چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد که باعث به هم خوردن تایم موتور بشه. درباره چرخدنده خورشیدی و درباره قطعات گیربکس، یعنی چرخدنده های گیربکس، در کتاب ما صحبت کردیم، انواع چرخدنده ها رو بهتون گفتیم. من توضیح دادیم شامل چند چرخدنده هستن، جنسشون هستن چی هستش، ترتیبشون چگونه هست برای باز و بسته شدن. زیاد وارد این مسئله نمیخوام بشم، ولی اون چیزی که حائز اهمیت هست درباره چرخدنده های گیربکس این هستش. ببینید چرخدنده های گیربکس برخیشون پلاستیکی هستن و برخیشون فلزی هستن. این دو چرخدنده سبز رنگ که اینجا الان پلاستیکی هستن، در موتورهای قدیمی تر هر دوی اینا فلزی بودن و در موتور 2000 یکیشون پلاستیک بود. ببینید در موتورهایی که اخیراً تولید شده متاسفانه جنس این دو چرخدنده پلاستیکی به شدت بی‌کیفیت شده و بعد از چند ماه کار، چون اغلب موتور هم در فضای باز هست و در ارتفاع هست، ممکنه با پدیده باد مواجه بشه موتور و تحت فشار ممکنه کار بکنه. از این رو خوردگی این چرخدنده ها، یعنی خوردگی این در واقع دنده هایی که روی این چرخدنده ها وجود داره و سایش آن میتونه باعث بشه که دنده ها تو هم رد بکنن و اگر این اتفاق بیفته باعث میشه که تایم موتور شما به مرور زمان به هم بخوره. از این رو وقتی که شما گیربکس رو باز میکنید حتما از سلامت کامل این چرخدنده ها باید مطمئن بشید. تک تک این دنده ها باید به طور کامل
دارای سلامت کامل باشن. همچنین چرخ‌دنده‌ای که اینجا قرار داده شده که چرخ‌دنده‌ای کنار سر فولی آرمیچر هست، اونم همینطور. قسمت‌های پایینیش و بالاییشون حالا بعدشون فلزی هستن، بعدشون پلاستیکی هستن. اینا حتما باید سلامت کامل رو حتما باید داشته باشن. مثلا در این تصویر ببینید این چرخ‌دنده الان خورده شده، ببینید اینجا حالا خودی پیدا کرده. این چرخ‌دنده اگر تو کار بسته بشه میتونه باعث میشه که یکی از این دنده ها بعد فشار تو هم رد بکنه و این رد کردن ها در طول زمان میتونه باعث به هم خوردن تایپ موتور بشه. حالا ممکنه 1 درجه باشه، ممکنه 1 درجه باشه، یا ممکن در طول چند ماه ممکنه خب بیشتر بشه. یا مثلا ببینید اینجا این لوایا خورده شده، اینا نباید این دچار این نوع مشکل بشن. یا حتی این پلاستیکی هم، حتی بخصوص این پلاستیکی های این پلاستیک جدید که به شدت بی‌کیفیت شدن. از این رو وقتی که شما گیربکستون رو باز میکنید حتما از سلامت کامل چرخ‌دنده هاتون باید مطمئن بشید. اگر دیدید بهتره که عوض بکنید. در بحث چرخ‌دنده خورشیدی که چرخ‌دنده به شدت مهمی هست، ببینید اگر شما این چرخ‌دنده رو به این شکل نگاه بکنید، باید لبه های این چرخ‌دنده، این لبه های این قسمت و این قسمت نسبت به محور باید همین شکلی باید داشته باشه. ببینید اینجا لبه شروع میشه تقریبا تا وسط میفته و اینجا باز همینطور. اتفاقی که میفته بعضی از وقتا این قسمت فلزی در داخل این قسمت پلاستیکی چرخش میکنه، این بر اساس فشار، چون توی این فلزی شیار هست. اگه بشکنه نگاش بکنید، حتما زمانی که شما این چرخ‌دنده رو میخواید بررسی بکنید از سلامت آن باید مطمئن بشید. اگر اینجا ترکی وجود داره که اون ترک مثلا قابل این هستش که عمیق هست، حتما باید عوض بشه، چون معمولا بعد از چند سال کار ترک‌های ریزی توی اینجا به وجود میاد، ولی حالا خیلی مشکل دار نیستن. ولی اگر اون ترک ها خب زیاد بشن باعث میشه که این میله فلزی در قسمت لاکی رو چرخش بکنه و به مرور زمان باز هم میتونه باعث به هم خوردن تایپ موتور بشه. اگر خواستید مطمئن بشید که وضعیت این چرخ‌دنده درست هست، با دستور گو تو رفرنس، ببینید اینجا رو شما میتونید دستور گو تو رفرنس رو اجرا کنید. من بهتون نشون میدم، این فیلمو ببینید. ببینید اگر شما دستور گو تو رفرنس رو اجرا کردید، در صورتی که برد شما کاملا سلامت باشه و میکروسویچ های کف موتور کاملا سلامت باشن، باید شفت موتور شما بیاد رو عدد 0 بایسته. اگر روی عدد 0 ایستاد، نشانگر آن است که چرخ‌دنده خورشیدی شما کاملا سلامته. یعنی وضعیت چرخ‌دنده خورشیدی شما طبق اون که من در تصویر به شما نشون دادم در واقع شرایطش پابرجا هستش. اما اگر دیدید کمتر میشه یا بیشتر میشه، مفهومش این هستش که در صورتی که میکروسویچ ها سالم باشن و باقی قسمت های موتور سالم باشن، میتونه این اشکال ناشی از رد کردن این قسمت فلزی در این قسمت لاکی میتونه باشه. پس زمانی که ما میخوایم گیربکس رو بررسی بکنیم، باید از سلامت کامل چرخ‌دنده‌اش مطمئن بشیم و از سلامت کامل چرخ‌دنده خورشیدی موتور هم باید مطمئن بشیم. لطفا با هم فیلمو ببینیم. خب با اجرای دستور گو تو رفرنس موتور حرکت و زمانی شفت موتور من رو عدد 0 ایستاد. این نشون میده که چرخ‌دنده خورشیدی شما سلامتش رو داره. ترک هایی که روش به وجود میاد رو، اگر اون ترک ها عمیق هستند، اگر ترک اینجا ایجاد میشه عمیق هستند، بهتره که اون رو عوض کنید. اگر دستور گو تو رفرنس رو اجرا کردید و شفت موتور روی عدد 0 نایستاد، مثلا من رو 2 ایستاد، 3 ایستاد، 4 ایستاد، 5 ایستاد، این ور ایستاد، اون ور ایستاد، شما میتونید شفت موتور داخل گیره قرار بدید و در جهت مخالف با دستاتون بدن موتور رو بچرخونید تا زبانی موتور روی عدد 0 بره بیسته. اما با ما همراه باشین در ادامه فیلم آموزشی. تشکر از شما. خب مباحث با هم ادامه میدیم. میخوایم درباره مروری بر گیربکس سرعتی و قدرتی و ارتباط آنها با آیسی میکرو صحبت کنیم. در نگاه اول شاید با خودتون فکر کنید که خب گیربکس سرعتی و قدرتی بودن چه ارتباطی با به هم خوردن تایپ موتور داره. ارتباط مستقیم نداره، ولی چون یک نکته ریزی در این موضوع نهفته است، من ترجیح دادم که این مبحث رو در این فیلم آموزشی برای شما مطرح کنم که یک یادآوری برای شما باشه. موتورهایی که ساخته شده از سری اول مدل 2000 که در سال 2009 بازار شد، موتور 2000 بود که اون گیربکس قدرتی داشت
بعد از موتور 2000 که 3000 و 4000 و 5000 و 5000 پرو و توربو و الی آخر، اونها موتورهای سرعتی بودن. تفاوت این موتورها، یعنی موتورهای قدرتی و سرعتی، در گیربکس و نوع آیسی میکرو استفاده شده روی برد آنها بود. این نرم افزار داخل آیسی آنها بود، چون شماره آیسی خب یکی هستش. ببینید عرضم به حضورتون که از نظر چرخ دنده، ستون سمت راست میشه چرخ دنده های گیربکس قدرتی و ستون سمت چپ میشه چرخ دنده های موتورهای سرعتی. در موتورهای قدرتی دو چرخ دنده نسبت به موتورهای سرعتی با همدیگه فرق دارن. اولین چرخ دنده سر فولی آرمیچره که یک چرخ دنده 11 دنده هستش، که در موتورهای سرعتی اون چرخ دنده کمی درشت‌تر شده و تعداد دنده هاش شده 13 دنده. چرخ دنده دوم از نوع پلاستیک بود در موتور 2000 که البته تو بعضی موتورهای جدید هم اومدن اونو با پلاستیک کردن باز دوباره. پایینش 30 دنده بود، پایین 30 دنده بود و بالاش 12 دنده بود. ولی در موتورهای سرعتی پایینش 29 دنده بود و بالاش 12 دنده بود. باقی چرخ دنده ها از نظر قطر و تعداد دنده ها عیناً با همدیگه یکی هستن و فرقی با همدیگه ندارن. پس بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم که در موتور 2000 چرخ دنده سر فولی آرمیچر 11 دنده شده بود و چرخ دنده مجاورش عرضم به حضورتون پایینش 30 دنده و بالاش 12 دنده بود. ولی در موتورهای بعد از 2000 چرخ دنده سر فولی آرمیچر شد 13 دنده، چرخ دنده کناریش پایینش شد 29 دنده و بالاش شد 12 دنده. نکته دیگه که حائز اهمیت هست، ببینید برای موتورهای 2000 که موتورهای قدرتی هستند، شما حتما باید از آیسی میکرو با کد AH استفاده کنید و برای سایر مدل های بعد از 2000 میتونید از آیسی میکرو با کد EH استفاده کنید. حالا اگر ما این کار رو انجام ندیم، یعنی آیسی میکرو EH رو بیایم روی موتور قدرتی بذاریم یا اینکه آیسی میکرو AH رو بیایم روی سرعتی بذاریم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که چون نرم افزار این دوتا آیسی با هم دیگه فرق میکنه، موتور شما در حالت یوژال اگر این استاندارد رو رعایت نکنید محاسبات اشتباه انجام میده و در حالت یوژال به اندازه نمیچرخه و اگر این کار رو انجام بدین شما موتورتون رو حتما باید در مورد دایستیک رو اندازش بکنید، چون روی یوژال جواب نمیده. اینو گفتم که اگر شما این آیسی میکروهای EH و AH درست رعایت نکنید، چون در حالت یوژال به اندازه نمیچرخه، ممکنه با خودتون فکر کنید که تایم موتورتون به هم خورده، در حالی که نه، در همچین حالتی به خاطر عدم هماهنگی در نرم افزار داخل آیسی میکرو باعث بروز این در واقع محاسبه چرخش اشتباه میشه. اینم از این بخش بود. با ما همراه باشین در پارت بعدی فیلم آموزشیمون. میخوایم درباره بردهای تأخیری صحبت کنیم و برد موتور سوپر اسپیدی صحبت کنیم. در کتاب من یه نمونه برد تأخیری براتون گذاشتم، صفحه 31. در صفحه 31 کتاب درباره بردهای تأخیری من صحبت کردم. در محصولات پرمیوم، در برخی از محصولاتمون، در مدل اسکیپر سری آخر ورژن 7 و 7.5 هرکول از بردهای استفاده شده که با فشردن دکمه‌های شرق و غرب زیر موتور حرکت موتور کمی با تأخیر شروع می شود. این مدل بردهای تأخیری نامگذاری شدند. این بردها دارای مشکل ناهماهنگی بین آیسی حافظه و آیسی میکرو بودند و به مشکل برمیخوردند. این نمونه بردها که شما در تصویر زیر داریم یکیشو مشاهده میکنین دارای مشکل ناهماهنگی بین آیسی میکرو کنترلشون و آیسی حافظهشون هستن. ویژگی بارز این بردها برای تشخیص بدین آیا این برد تأخیری هست یا نیست، استفاده از آیسی حافظه به شماره 93C66 هستش. اگر شما بردی رو دیدی که شماره آیسیش 93C66 بود، اون برد تأخیری است. اون برد دارای مشکل ناهماهنگی بین آیسی میکرو کنترل و آیسی حافظه است و معمولا بعد از یه مدت کار تایم موتور به هم میخوره.
پس بنابراین برای اینکه شما بخوای این بورد رو ازش استفاده کنید باید حتما آیسی حافظه‌اش رو از نوع 93C46 بذارید و آیسی میکرو کنترلش رو در بیارید و یه آیسی میکرو موتوری که بردش تأخیری نباشه رو بذارید. همچنین اگر در بردهای تأخیری شما آیسی حافظه رو از روی برد خارج بکنید موتورتون به طور کامل خاموش میشه، ولی در بردهای اصلی، بردهایی که شما آیسیشون 93C46 هست، اگر آیسی حافظه رو از روی برد در بیارید میرید موتور بردش روشن میشه، ولی قابل نصب روی موتور برای بستن روی آنتن نیست. نکته دیگه‌ای که درباره بردها باید بگم برد سوپر اسپیدی است. ببینید این برد یه برد موتور سوپر اسپیدی هستش. آیسی میکش کوچیک‌تره، آیسی حافظه نداره، کریستال نداره و آیسی ال هم نداره. این متاسفانه نوع بردها، این برد سوپر اسپیدی هم بعد از چند مدت کار دارای مشکل گم کردن جهت یا به همون خوردن تایم موتور هم میشه. از این رو تعمیر این بردها رو من اصلا جایز نمیبینم. به محض اینکه خراب میشه بهتره که شما اینو با یه برد دیگه جایگزین بکنید. پس ما در بردهای سوپر اسپیدی و بردهای تأخیری مشکل گم کردن جهت یا مشکل به هم خوردن تایم موتور رو داریم. اگر برد شما یه برد تأخیری باشه باید از شماره آیسی 93C46 جایگزین بکنید و آیسی میکرو هم اصلی باید جایگزین بکنید. ولی اگر بردتون سوپر اسپیدی بود باید از بیخ اون برد رو عوض بکنید. این هم نکته‌ای بود که در این قسمت از فیلم آموزشی خواستم به استحضار شما دوستان برسونم. لطفاً با ما همراه باشید در ادامه فیلم آموزشی. در ادامه بحث میخوایم درباره مدار ترمز صحبت کنیم. مروری بر مدار ترمز که شامل رله ها و میکروسویچ های شرق و غرب و اتصالات بین آنها میشه. اول بهتون باید بگم که در موتورهای پرمیوم ما از رله های 5 پایه و رله های 6 پایه استفاده کردیم که حتما شما باید از رله های استفاده کنید برای این موضوع که بوبینش 12 ولت باید باشه. در غیر این صورت اگر از بوبین 24 ولت یا بوبین 5 ولت استفاده کنید با مشکل مواجه میشید. پس رله ها هم 5 پایش استفاده شده و هم 6 پایش استفاده شده. امکان جایگزینی رله 5 پایه برای 6 پایه وجود نداره و برعکسش. اینو حتما باید مد نظر داشته باشید. میکروسویچ هایی که برای مدار ترمز استفاده میشه میکروسویچ غرب و میکروسویچ شرق هستش. آرمیچر هم خب کاملا تکلیفش مشخص هست، به عنوان عنصر اصلی اینجا ما میتونیم باش سر کار داشته باشیم. اگر نگاه به این اسلاید بکنیم این میکروسویچ غرب هست، این میکروسویچ شرق هست و این میکروسویچ مرکز هست. میکروسویچ مرکز در مدار ترمز هیچ نقشی ایفا نمیکنه، ولی اختلال در کار میکروسویچ میتونه باعث به هم خوردن تایم موتور بشه. یه فیلم با هم نگاه بکنیم تا اول یه توضیح کوچولو درباره خود مدار ترمز من بدم که اصلا ترمز کردن یعنی چی. ببینید وقتی که آرمیچر شما شروع به چرخش میکنه، ببینید اینجا رو، ببینید زمانی که ولتاژ به آرمیچر میرسه آرمیچر شروع به چرخش میکنه. وقتی که ولتاژ از روی پایه آرمیچر برداشته میشه آرمیچر چند لحظه بعد از حرکت میسته، ولی اینکه آرمیچر شما بعد از چند لحظه از حرکت بیسته برای ما قابل قبول نیست، چون به هر عنوان این چرخش حتی نیم دور حتی یک دور هم میتونه به مرور زمان در طول چند هفته یا چند روز باعث کم شدن دقت موتور بشه یا به همون خوردن تایم موتور بشه. اینجا لطفاً با دقت مشاهده کنید. زمانی که من میام ولتاژ رو از روی آرمیچر قطع میکنم آرمیچر شما بعد از چند لحظه متوقف میشه، یعنی چند دوره دیگه میزنه و متوقف میشه. از این رو برای اینکه این مشکل حل بشه زمانی که ما ولتاژ رو از روی آرمیچر قطع میکنیم اگه دو سر آرمیچر اتصال کوتاه بشه آرمیچر شما در جا متوقف میشه. لطفاً ببینید مثل الان زمانی که من گیری سوسماری رو از روی پایه آرمیچر برداشتم
و با گیر سوسماری قرمز رنگ رو بهش وصل کردم، چون گیر سوسماری قرمز رنگ اون ورش هم به اون پایه آرمیچر وصل بود، موتور در جا متوقف شد. این میشه اساس کار ترمز کردن موتور. دقت این موتور، دقت موتورهای پرمیوم یا موتورهایی که از این خانواده هستن 0.1 درجه است. پس بنابراین حتی یک دور چرخش آرمیچر هم برای ما غیر قابل قبوله. حالا طراح برد اومده چیکار کرده؟ برای اینکه لحظه‌ای که موتور میخواد متوقف بشه و ولتاژ رله توسط آیسی میکرو قطع میشه، دو سر آرمیچر اتصال کوتاه باید بشه. وقتی که اتصال کوتاه شد، موتور شما در جا آرمیچرش متوقف میشه. اگه غیر از این باشه، موتور از دقت میفته و در نهایت هم باعث میشه که حالا تایم موتور به هم بخوره. حالا ممکنه خیلی جزئی باشه، ممکنه چند روز باشه، ممکنه 1 درجه باشه، ممکنه کم تا بیشتر ممکنه بشه. برای منظور طراح برد موتور اومده چیکار کرده؟ اومده اگه ما به نقشه برگردیم، ببینید اینجا رو، این آرمیچر ماست. این آرمیچر ما هستش. یه پایه مثبت داره، یه پایه منفی داره. این هم میکروسویچ غرب هست و میکروسویچ شرق هستش. این برد کوچک روی آرمیچر هستش. این ارتباط اون کابل سفید رنگ هست و در مثلا به رله های کادو که غرب باشه و کایه که شرق باشه برمیگرده. ما اگه یه مسیر رو دنبال بکنیم، مسیر در واقع مدار رو دنبال بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. خب پایه مثبت میاد اینجا وارد سوکت میشه، از سوکت میاد وارد سیم میشه، از سیم وارد ام مثبت میشه، برمیگرده روی کایه که شرق باشه و توسط اون کانتاکتش که در حالتی که رله قطع هست به زمین متصل میشه. پای منفی آرمیچر وارد ام او میشه، میاد وارد میکروسویچ غرب میشه، از اینجا دور میزنه برمیگرده میاد وارد میکروسویچ شرق میشه، دور میزنه برمیگرده میاد وارد ام آی میشه، وارد سوکت روی مینی بورد میشه، توسط سیم متصل میشه به ام منفی روی بورد، از ام منفی برمیگرده میاد روی رله کادو که غرب باشه و باز هم توسط اون کانتاکتی که در حالتی که رله خاموش هست یا قطع هست باز به زمین وصل میشه. چون این دو تا پایه در حالت عادی به زمین وصل شده، پس دو سر آرمیچر ما اتصال کوتاه شده. حالا اگه این وسط کانتاکت های این در واقع رله و این رله بر اساس جرقه که به مرور زمان وجود میاد نتونن این اتصال کوتاه رو به موقع انجام بدن، باعث میشه که مدار ترمز موتور شما به خوبی عمل نکنه و وقتی که رله قطع میشه موتور در جا متوقف نشه و وقتی که موتور در جا متوقف نشد آرمیچر شما همون لحظه ایست نمیکنه. ممکنه نیم دور، ممکنه یه دور، 2 دور، 3 دور، 4 دور اضافه تر آرمیچر بزنه و در گذر زمان باعث به هم خوردن تایم موتور میشه. همچنین اگر میکروسویچ شرق و غرب هم به خوبی عمل نکنن، یعنی اون لحظاتی که نباید تحریک بشن، حالا کنتاکتشون جرقه زده باشه، توشون خاک رفته باشه، گریس خیلی وقتا گریس دور چرخنده بزرگ خیلی وقتا به اینو داخل نفوذ پیدا میکنن، به خوبی عمل نکنن، باز هم میتونن باعث به هم خوردن تایم موتور بشن، چرا که مدار ترمز موتور به خوبی عمل نکرده. پس رله کایک، رله کادو، آرمیچر، اتصالات یعنی سیم ها و میکروسویچ غرب و میکروسویچ شرق و ارتباطی که اونها از نظر مداری با همدیگه دارند میتوانند تأثیر مستقیم روی مدار ترمز موتور بذارند و اگر مدار ترمز موتور به خوبی عمل نکنه و در طول گذر زمان ممکنه 2 روز، 3 روز، 1 روز بسته به استفاده شما داره، میتونه باعث به هم خوردن تایم موتور بشه. ببینین اگر با اتصال ولتاژ به برد موتورتون آرمیچرتون نیم دور، 1 دور بزنه، 2 دور بزنه، حتی یکی از دلایل این مشکل میتونه رله ها باشن. یعنی پلاتین رله ها دیگه اون خاصیت فلری خودش رو از دست داده و میتونه باعث بروز این مشکل بشه. اگر رله ها رو خواستید عوض بکنید، سعی کنید هر دوشو از یک برند بذارید، هر دو هم سعی کنید با هم دیگه عوض بکنید. نبینید حالا شرقش خوبه، غربش مشکل داره اون رو عوض بکنید، نه.
حتما وقتی که موتور رو برای سرویس باز میکنین میکروفیلیچ های شقاقر رو بشورید، قشنگ با اسپری بشور تمیز کنید و اونا رو با اومد چک بکنید. یه وقتی که تحریک میشن یه وقتی که تحریک نمیشن از نظر اتصال کوتاه مقاومتشون کاملا 0 اوم باید باشه. رله ها هم حتی همینطور. رله ها رو هم میتونید با اعمار ولتاژ، الان در این نوع رله این پایه و این پایه بوبین هستن، این دوتا پایه که این دوتا بوبین هستن، ولی در 5 پایه بوبین متفاوت هستش، مد نظر باید داشته باشید. نکته دیگه ای که باعث به هم خوردن تایم موتور میشه در این بحث میکروسویچ وسط هستش. درسته که میکروسویچ وسط در مدار ترمز موتور هیچ نقشی ایفا نمیکنه، ولی تحریک میکروسویچ وسط در یه بازه زمانی که موتور در حال چرخش هست و قرار نیست که این میکروسویچ تحریک بشه، یعنی اون زبانه های روی چرخنده خورشیدی موتور در لحظه ای که قرار نیست این میکروسویچ رو تحریک بکنه و این میکروسویچ تحریک بشه، باز هم میتونه باعث به هم خورده تایم موتور بشه. در کتابم من به این موضوع اشاره کردم که قطع و وصل شدن ناگهانی میکروسویچ وسط میتونه باعث به هم خوردن تایم موتور بشه. هر موقع شما موتور رو برای سرویس باز کردید، تمام میکروسویچ های غرب و شرق و مرکز رو با اسپری بشورید، اگه گریسی هست تمیز بکنید و اونا رو با اومد تست کامل بگیرید. خیلی خیلی حائز اهمیت هستش. من چند مورد تا داشتم که میکروسویچ وسط به خاطر قطع و وصل شدن های ناگهانیش باعث میشد که تایم موتور به هم بخوره. خب مباحث با هم ادامه میدیم، لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. تشکر از شما. خب در این قسمت میخوایم درباره آیسی حافظه صحبت بکنیم و عملکردی که اون روی به هم خوردن تایم موتور داره میخوایم صحبت بکنیم. آیسی حافظه در بورد موتورهای پرمیوم شمارش 93C46 هست، یه آیسی 8 پایه هست که پشت بورد وجود داره. یکم بزرگترش بکنیم. عرضم با حضورتون که اگه یه عکسی براتون بیارم، بله این عکس خیلی بهتر باشه. شمارش U2 روی بورد، پایه 8ش پایه تغذیهش هست که 5 ولت هستش، پایه 5ش زمین هستش و پایه 1 و 2 و 3 و 4 که به مستقیما به آیسی میکرو وصل میشه. اگر که با قطع ولتاژ، یعنی اگه رسیور شما خاموش بشه و ولتاژی که به بورد موتور شما میرسه قطع بشه و با روشن شدن دوباره اون متوجه بشید که تمامی جهات واک شدن، چون اینجور تایم موتور هم به هم میخوره دیگه. این اشکال میتونه از آیسی حافظه باشه. مواردی هم داشتم که اگه بورد موتور شما 10 بار روشن میشه و 9 بارش خوب بوده، ولی بار دهم متاسفانه، یا برای مثلا عرض میکنم مثلا اگه 10 بار روشن میشده 7 بار 8 بار خوب آیسی حافظه عمل میکرد، یه بارش رو عمل نمیکرده، اونم باز از آیسی حافظه بوده، یعنی باز بعد اون یک بار هم تایم موتور به هم میخورده. و اگر با اتصال ولتاژ به بورد موتور شما چند درجه‌ش رو به چرخش میکنه، اون هم باز میتونه اشکال آیسی حافظه میتونه باشه. فقط موقعی که میخواد آیسی روی بوردتون میخواید نصب بکنید، حواستون باشه که پایه یکش اینجا هستش. ممنون از توجه شما. خب میخوایم درباره مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی و تأثیری که این مدار روی تایم موتور داره صحبت بکنیم و بگیم که توی این بوردی که به قول بعضی از کاربران گروه میگن بورد خیلی ساده ایه و اصلا تعمیرش کاری نداره، توضیح بدم که ببینید در یک بورد ساده هم گاهی وقتا چه پیچیدگی هایی وجود داره. اون طراح هستش، اون طراح بورد هستش که تصمیم میگیره از چه زمانی یا در چه زمانی از چه تکنیکی برای کار موتور استفاده بکنه. ببینید دوستان، برمیگردیم به پاورپوینتمون. ببینید ما بیان کردیم و گفتیم که هر بار که موتورمون در حال چرخش هست، سنسور اثر حال، سنسور مشکی رنگی که در واقع روی مینی بورد آرمیچر قرار داره و مقابلش یه آهنربا روی شافت آرمیچر هست، تعداد دورهایی که آرمیچر زده رو شمارش میکنه و اونو به آیسی میکرو گزارش میده. همون لحظه که در واقع موتور در چرخش هست این کار رو انجام میده و آیسی میکرو بعد اونا رو یه جایی بتونه در نهایت نگهداری بکنه.
ولی آیسی میکرو نمیتونه هر لحظه داده‌ای رو که از سنسور اثر حال دریافت میکنه در آیسی حافظه بنویسه. بالاخره آیسی میکرو هم یه زمانی نیاز داره تا داده‌ای رو بخواد داده‌ای رو در آیسی حافظه بنویسه و اون زمان خب زمان خیلی ناچیزی هست، شاید در حد میلی ثانیه ممکنه باشه تا بخواد ذخیره‌اش بکنه. ولی ما نمیتونیم اگه آرمیچر موتورمون 8500 دور در دقیقه داره میزنه ما بخوایم در هر دقیقه 8500 بار در آیسی حافظه بنویسیم. این کار امکان پذیر نیست. از طرفی هم ممکنه مادامی که موتور در حال چرخش هست دستور دیگه از طرف رسیور دریافت کنه که بخواد متوقف بشه، بخواد در جهت معکوس بخواد بچرخه، اصلا رو جهت بعدی بخواد بره، اصلا موتور بخواد قفل بکنه. طراحان برد اومدن این تکنیک رو استفاده کردن و گفتن که ما باید عمل ذخیره سازی موقعیت کنونی موتور رو، یعنی موقعیتی که شفت موتور روش قرار داده شده رو در لحظه‌ای در آیسی حافظه بنویسیم که موتور در حال خاموش شدنه. یعنی شما باید بدونید به عنوان تعمیرکاری که حالا تجربه خوب داشته باشه، لحظه‌ای داده ها از آیسی میکروکنترلر شما، اون موقعیت کنونی موتور، به آیسی حافظه شما ارسال میشه که موتور در حال خاموش شدنه. یعنی دیگه 100% مطمئن بشیم که دیگه موتور چرخشی نخواهد داشت. حتی اگر موتور شما در حال چرخش هم باشه و شما با ریموت کنترل رسیورتون رو خاموش بکنید، موتور متوقف میشه و در یک مدت زمان خاصی، در یک لحظه خاصی، اون داده مورد نظر از آیسی میکروکنترلر شما به آیسی حافظه شما ارسال میشه. این فرایند توسط یک مداری انجام میشه که من اسمش رو گذاشته بودم مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی. بعضی وقتا هست که خود این مدار دستخوش یه سری مشکلاتی میشه. ببینید اینجا را اون مدار شامل قطعاتی مانند مقاومت R6، مقاومت R9، عرضم به حضورتون که یکی از آپ امپ های آیسی LM ما که آپ امپ H هستش و دیود زنر، خازن C7، مقاومت R2 و آیسی حافظه و در نهایت هم که خود آیسی میکروی ما هستش. این قسمت از فیلم آموزشی رو لطفاً با دقت گوش کنید. اشکالی که تو این مدار میفته این هستش که گاهی وقتا شما رسیورتون رو خاموش میکنید، موتورتون ولتاژش قطع میشه، وقتی موتور روشن شد همه جاها پاک شدن، از بیخوبان پاک شدن، یعنی همه چی پاک شده. یعنی هست چه در حالت یوزر چه در حالت دایستیک فرق نمیکنه. اشکالش اینجوری نیست که مثلا چند هفته یه بار تایم موتور مثلا یه دو درجه عوض بشه، وقتی که موتور خاموش روشن شد همه چی پاک شده. این در مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی تاثیرگذاره. یا اینی که نه، بعضی وقتا هست شما روی یک فرکانس افقی رسیورتون رو خاموش میکنید، همه چی اوکیه، آیسی حافظه هم قشنگ داده رو ذخیره کرده، ولی وقتی روی فرکانس عمودی رسیورتون رو خاموش میکنید متوجه میشید که تو آیسی حافظه چیزی ذخیره نشده و همه چی وقتی روشن شده دوباره پاک شده. این هم میتونه از اشکال مدار مانیتورینگ ورودی باشه. ما میخوایم این مدار رو که براتون توضیح بدم، زیاد تحلیلش نمیکنم چون در فیلمی که در بحث آیسی حافظه بود من به طور کاملا جامع و مفصل این مدار براتون تشریح کردم. همچنین مقاله هم در کانال استاد حسن من نوشتم، یه مقاله خیلی کامل بود، پی دی افش رو براتون لینکش رو میذارم در مونتاژ داشته باشید، میتونید به اون مقاله هم مراجعه کنید، اونجا خیلی خوب این مدار براتون توضیح دادم که چگونه کار میکنه. برمیگردیم به مدار تا روش تحلیلی با هم داشته باشیم. ببینید من اینجا رو اول یه خط میکشم این قسمت رو و این قسمت رو جدا میکنم. من رنگش رو اگه بشه مشکی بکنم خیلی بهتره. رنگش رو مشکی میکنیم. اول ما این قسمت از مدارمون رو جدا میکنیم، چون این قسمت مدار تغذیه ولتاژ 7805 که بخواد ولتاژ رو میخواد آماده بکنه. ورودی ما ورودی ولتاژ از رسیور هست. سلف بشکه L1، مقاومت R19، دیود D6، خازن C11، خازن C14، خازن C13. اینا همه قطعاتی هستن که ولتاژ 7805 رو میخوان آماده کنن که ما در نقطه B باید ولتاژ 5 ولت رو باید آماده داشته باشیم. خب یه نقطه C داریم اینجا که حالا دربارش حتما من صحبت خواهم کرد. نقطه آ هم که یا 13 هستش یا 18 هستش، بعد خط هم هست، یا 13 هستش یا 18 هستش. خب من چجوری کار میکنم؟
یکی از آپ امپ های ICLM ما، آپ امپ اولش اینجا درگیر هستش. ولتاژ زنر هم که وظیفش آماده کردن ولتاژ رفرنس هستش که بین 1.8 ولت تا 2.2 ولت هم باید این ولتاژ باید آماده داشته باشید. یعنی شما رو پایه 6 ICLM تون باید ولتاژ بین 1.8 تا 2.2 ولت باید موجود باشه. اگه ولتاژ از این کمتر باشه، 1.2 باشه، این مدار با اختلال مواجه میشه. اگه ولتاژ 2.5 ولت بشه، بیش از 2.2 ولت بشه، باز هم این مدار با اختلال مواجه میشه. چرایی این موضوع رو من در اون فیلم آموزشی که درباره آیسی حافظه بود و در اون مقاله‌ای که به PDF منتشر کرده بودم و در کانال استاد موجود هست به طور کامل توضیح دادم. اگه خیلی مشتاق هستید میتونید اونو مطالعه کنید، ولی اینجا توضیح بدم که دلایلش رو بتونید بدونید. اول از همه وقتی براتون موتوری میاد که مشکل گم کردن جهت داره، سعی کنید یه بار بردش شارژ لحیم بکنید که اگر لحیم کاری شلوول باشه، یه جایی به هر دلیل تو آیسی حافظه، تو آیسی میکرو، تو مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی که این قطعاتش میشه، حتما لحیم کاریش بکنید. اگر لحیم سرد شده، اکسید شده، تازه بشه. زمانی که ما رسیورمون روشن هست، اگه ولتاژ 13 ولت داشته باشیم، یعنی روی فرکانس عمودی باشیم، باید ولتاژ C حدود 3.8 ولت باید باشه. و اگر ولتاژ شما 18 ولت باشه، در نقطه C باید شما ولتاژ 5.4 ولت باید داشته باشید. وقتی رسیور روشن باشه، چه ولتاژ 13 ولت باشه چه ولتاژ 18 ولت باشه، ولتاژ پایه 7 از 6 بزرگتره. ولتاژ پایه هفتم بزرگتر از پین ششم هستش. وقتی که این ولتاژ بزرگتر باشه، خروجی آپ امپ شما 5 ولت خواهد بود. این قانون آپ امپه و پایه 18 میکرو شما 5 ولت رو خواهد داشت. تا اینجا همه چی طبیعی و نرماله. وقتی که شما رسیورتون رو خاموش میکنید، آرام آرام ولتاژ در واقع ولتاژ نقطه آ کم میشه. وقتی که از حد آستانه‌ای کمتر شد، یعنی پایینتر اومد، چه اتفاقی میفته؟ من اینا اینجا ریمووشون میکنم. اتفاقی که میفته، ولتاژ پین 7 کوچکتر از پین ششم میشه. مثلا اگه اینجا 2.2 ولت بود، پایه 7 کوچکتر از 2.2 ولت میشه. وقتی که پایه 7 از پایه 6 کوچکتر بشه، خروجی در واقع پایه 1 ICLM ما 0 ولت میشه. وقتی که 0 ولت شد، پین 18 0 ولت میشه. وقتی که 0 ولت شد، تمام LED های موتور خاموش میشن. موتور در هر حالتی که باشه برد به ظاهر از کار افتاده و اون موقع زمانی است که IC میکروکنترلر شما داده هاش رو به IC حافظه ما ارسال میکنه. این نقش مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی است برای انتقال یک سری از داده ها از IC میکرو به IC حافظه هستند. اون داده موقعیت کنونی موتور باشه. اگر این مدار به خوبی عمل نکنه، وقتی که شما رسیورتون رو خاموش کردید و دوباره روشن کردید، می‌بینید که داخل IC حافظه تمامی جهات پاک شدنه و موتور شما نقطه‌ای که شفت موتور روش قرار داده، حالا هر عددی میخواد باشه، اون رو به عنوان نقطه صفر در نظر میگیره. حالا بعضی وقتا هست که موقعیت R6 اوهمی شده، تغییر اوهم داده. بعضی وقتا هست که موقعیت R9 اوهمی شده، تغییر اوهم داده. بعضی وقتا هست که ولتاژ زنر شما پایین مثلا پایین اومده، از 1.8 تا 2 اوم نیز کمتر شده. بعضی وقتا هست که ولتاژ زنر طوری خراب شده که ولتاژ از 2.2 بیشتر شده. بعضی وقتا هست که خود موقعیت R2 به مشکل برخورده. بعضی وقتا هست که خود IC میکرو این پین 8ش خراب شده. بعضی وقتا هست که خود آپ امپ A ICLM ما خراب شده. من در این سالهای زیادی که روی موتور کار کردم، یک بار با این قضیه برخورد کردم که طور این آپ امپ خراب شده بود که بعضی از وقتا همین یک دونه آپ امپ از این ICLM به خوبی عمل نمی‌کرد. یه بار خوب بود، یه بار بد بود و با تعویض ICLM مشکل حل شده. پس ICLM 339 هم میتواند در به هم خوردن همین موتور نقش داشته باشه.
پس آیسی نیروی کنترل شما هم میتواند در بهم خوردهای موتور نقش داشته باشه. آیسی ها فکر کنم که در پارت‌های قبلی اشاره کردن در بهم خوردهای موتور میتونه نقش داشته باشه. پس مقاومت R6 و R9 هم میتونن نقش داشته باشن. اینا رو حتما باید بعد نظر داشته باشید. بعضی وقتا هست که موتور R6 یا R9 طوری خراب شده یا دیوزنر شما طوری خراب شده یا حتی خود 7805 به گونه‌ای خراب شده یا موتور R19 چون کم اوم هستش طوری خراب شده که در ولتاژ 13 که ولتاژ کمتری هست این ولتاژات درست نیستن، طبیعی نیستند و باعث میشن که در فرکانس‌های عمودی مدار مانیتورینگ ولتاژ ما به خوبی عمل نکنه. از این رو شما حتما باید از سلامت مدار این قسمت از بورد موتور مطمئن باید باشید. نکته دیگه که هستش ببینید اینی که وقتی که ولتاژ زنر میاد پایین چی میشه که این مدار به خوبی عمل نمیکنه حالا مورد بحث ما نیست. ما در جای خودش در اون فیلمی که درباره آیسی حافظه بود به طور کامل صحبت کردم. نکته دیگه که شما وقتی که با بورد سر و کار دارید حتما باید جریان مصرفی بورد موتورتون رو در حالت استنبای، حالتی که موتور چرخش نداره رو حتما باید مد نظر داشته باشید. جریان مصرفی بورد موتور در حالتی که موتور در حالت استنبای هست و موتور چرخش نداره و لامپای زیر موتور دارن خاموش روشن میشن حتما باید بین 10 تا 30 میلی آمپر باشه. اگه بیش از این باشه باید شدیداً موضوع پیگیر شما باشید. گاهی وقتها آیسی حافظه به گونه‌ای خراب میشه که جریان مصرفی بورد شما میاد بالا. آیسی میکرو شما طوری خراب میشه که جریان مصرفی بوردتون میاد بالا. گاهی وقتا خازن C13 C11 نشیشون به شدت میاد بالا و باعث میشن که این خازن ها زودتر از حد موع تخلیه بشن. اگر این خازن ها زودتر از حد موع تخلیه بشن حتی C7 تخلیه بشن باعث میشه که در زمان بندی این مدار اختلالی به وجود بیاد و باعث میشن که موتور شما تایمش به هم بخوره. یک بار دیگه من این موضوع رو تشریح میکنم و بعد از این قسمت میخوایم خارج بشیم. بیان کردیم ولتاژ نقطه A، ولتاژ نقطه B و ولتاژ نقطه C. A یا 13 است در فرکانس‌های عمودی یا 18 است در فرکانس‌های افقی. B هم که همواره بعد 5 ولت ثابت باید باشه. ولتاژ نقطه C که پایه 7 آیسی LM ما باشه. در فرکانس‌های عمودی باید حدود 3.8 ولت باشه و در فرکانس‌های افقی باید 5.4 ولت باشه. زمانی که بورد موتور شما روشن هست چون ولتاژ پایه 7 بزرگتر از پایه 6 هست خروجی ما ولتاژ 5 ولت رو داره. یعنی اگه بورد موتور شما روشن باشه شما یه ولت متر بردارید رو پین 18 آیسی میکرو بذارید باید 5 ولت رو باید داشته باشید. زمانی که ولتاژ ورودی قطع میشه وقتی که این ولتاژ از یه حد آستانه پایین‌تر بیاد که من هم در مقاله و هم در فیلم آموزشی که در بحث آیسی حافظه بود این میزان اونجا نوشتم چند ولت هستش. ولتاژ پایه 7 کوچکتر از پایه 6 میشه. پین 7 کوچکتر از پین 6 میشه. وقتی که این اتفاق افتاد پایه 1 آیسی LM شما 0 ولت میشه. وقتی که 0 ولت شد پین 18 0 ولت میشه و آیسی میکرو کنترل شما متوجه میشه که ولتاژ ورودی قطع شد. وقتی که قطع شد شروع به ارسال اطلاعات میکنه به آیسی حافظه شما. یکی از اون پارامتری هستش که موقعیت کنونی شفت موتور رو در واقع به آیسی حافظه اعلام میکنه و در نهایت بورد موتور خاموش میشه. پس خرابی R6 یعنی اومی شدن R9 بالا رفتن نشتی در خازن ها خیلی زیاد اگه بشه حتی C14 حتی C7 تغییر ولتاژ ناگهانی زنر اگر بین 1.8 تا 2.2 ولت باشه باید باشه. کمتر باشه 1.3 باشه این عمل نخواهد کرد. اگر بیشتر 2.2 تا 2.5 ولت بشه این عمل نخواهد کرد. من 2-3 بار تا حالا این مشکل با دیوزنر داشتم. بعضی از مواقع تغییر ولتاژ میداد. بعضی مواقع خوب بود یه بار تغییر ولتاژ میداد مثلا به جای 2.2 میشد و این مدار با اختلال مواجه میشد. کوچکترین تغییری رو در ولتاژ دیوزنر مد نظر داشته باشید. حتی اگر یک بار اتفاق بیفته عوضش کنید دیوزنر رو. دست کم اینو نگیرید. حتی خود R4 اگه موتور 10 بار روشن میشد یه بار ولتاژ زنر به جای 2.2 مثلا 1.8 1.2 ولت شده بود. وایسی حافظه این مدار با مشکل مواجه میشد. وقتی که موتور خاموش روشن میشد همه جهت‌ها پاک میشد.
این عملکرد مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودیه. من در اون مقاله آموزشی حتی محاسبه کردم چه مدت زمان طول می‌کشه تا این مدار عمل بکنه، در اون لحظه ولتاژ 5 ولت چقدره، در به اون مراجعه کنید و روش مطالعه داشته باشید. این مدار به شدت حائز اهمیتی هستش و از سلامت اون همواره شما باید مطمئن باشید. خرابیش هم اینگونه هستش که وقتی که موتور شما خاموش میشه و روشن میشه، همه چی تا ایسافت پاک شده و تایم موتور به هم خورده. ولی مهمترین اشکالش به هم خوردن تایم موتور بوده که با در واقع تست بررسی این قطعات شما میتونید به این مشکل رو میتونید حل بکنید. توی این سالها هم یک بار تا رو به این قضیه برخورد کردم که این آپمپ اول یا آپمپ A آیسی LM ما خراب شده بود و بعضی مواقع خوب عمل میکرد که با تعویض LM مشکل حل شده. پس خرابی آیسی LM، خرابی آیسی میکرو، خرابی R6، R9، دیوزنر، C7، R4، C13، C14، C11، C8 اینا همه میتونن تاثیرگذار باشن، چون این مدار به یه زمان بندی نیاز داره تا اون در اون لحظه بتونه اون کار رو انجام بده. اگر ولتاژ خیلی سریعتر از حد معمولی در خازن تخلیه بشه، این مدار با اختلال مواجه میشه. اینم برای این پارت از فیلم آموزشیمون بود. لطفاً با ما همراه باشین در ادامه فیلم آموزشیمون. تشکر از صبوری شما. میخوایم درباره سنسور اثر حال و نقشی که اون در به هم خوردن تایم موتور داره صحبت بکنیم. در کتاب در صفحه 16 درباره مدار سنسور اثر حال ما صحبت کردیم، مدار تشریح کردیم. عرضم بزرگتون که خود سنسور اثر حال هست که شماره 16 هست و قطعاتی مانند خازن CB31، R19، R17، R16 و اپتوکوپلر و خازن C15 رو داره. اختلال در اپتوکوپلر و سنسور اثر حال این دو میتونن باعث به هم خوردن تایم بشن. به هم خوردن تایم من به این شکل هستش که وقتی که آرمیچر شروع به چرخش میکنه، اگه ما یکم عقب‌تر بیاییم ببینید اینجا رو، وقتی که آرمیچر شروع به چرخش میکنه، این سنسور اثر حال هستش که با تغییر میدان مغناطیسی در آهنربا تحریک میشه. پس بنابراین اگر فاصله بین سنسور اثر حال و آهنربا یه فاصله نامناسبی باشه، میتونه باعث بروز این بشه که در واقع بعضی از مواقع این سنسور تحریک نشه. اگر این سنسور تحریک نشه، طبیعتا آکسیمتر متوجه میشه و ولتاژ رله اون جهت رو قطع میکنه. ولی مواردی داشتم که به خاطر اینکه این فاصله مناسبی نبوده باعث اون اختلال شد. لطفاً با ما همراه باشین در ادامه فیلم آموزشی. تشکر از شما. خب در ادامه بحث میخواییم درباره مروری بر نقش سلامت ولتاژ 5 ولت برد موتور و تأثیر بر به هم خوردن تایم موتور. میخوایم ببینیم که اگر که ولتاژ 5 ولت برد سلامت داشته باشه یا سلامت داشته باشه، چگونه باعث میشه که تایم موتور به هم بخوره. برمیگردیم به نقشه. ببینید ما یه سری قطعات داریم که اینا وظیفهشون تأمین ولتاژ 5 ولته که مهمترینش 7805 که وقتی که ولتاژ رسیور توسط در واقع کابل وارد برد میشه، اول از سلف L1 عبور میکنه، از موتور R19 عبور میکنه، دیود D6 و توسط خازن C11 باشه با 7805 تثبیت میشه و خازن C14 و C13 هم وظیفه گرفتن نویزها و پایداری ولتاژ عهده دارن. هر مدار الکترونیکی اگر بخواد کار طبیعیش رو انجام بده، باید یک ولتاژ کاملا سالم داشته باشه. وجود ولتاژ 5 ولت با ولت متر بگیم خب این 5 ولت هست پس سلامت داره، نه. شما اگه بخواید سلامت یا صاف بودن کامل اون ولتاژ رو ببینید، خب نیازمند ابزار دقیق تری هستید. ولی اون چیزی که من تو این سالها باش برخورد کردم، نشتی خازن‌های عدسی مثل C14 و C5 اگر این نشتی ها زیاد بشه و تولید ریپل بکنه در ریل ولتاژ 5 ولت، میتونه روی عملکرد آیسی حافظه تاثیرگذار باشه، به خصوص روی آیسی حافظه. و اگر که این خازن نشتی داشته باشن،
خازن C5 و C14، چون اینو در نهایت نویز ولتاژ 5 ولت رو در واقع مهار میکنن، میتونن باعث بشه که در یک بار که موتور خاموش میشه اون نویزها باعث بشن که اطلاع در آیسی حافظه درست نوشته نشه یا ناقص نوشته بشه و وقتی که شما موتورتون رو خاموش کردین و روشن کردید متوجه میشین که همه جهت‌ها به هم خورده و در نهایت تایم موتورتون به هم خورده. پس اگر با مشکل گم کردن جهات روبرو شدید، ولی معمولاً به این گونه هستش که وقتی موتور خاموش میشه و روشن میشه همه چی در آیسی حافظه پاک میشه و تایم موتور هم به هم میخوره. معمولا از این دو تا قطعه هستش، ولی کمتر باش برخورد داشتم که ناصاف بودن ولتاژ ریل 5 ولت باعث بروز این اختلال بشه، اما داشتیم. همونطور که میبینید پایه 8 آیسی حافظه ما عرضم که شمارش 93 هست، پایه 8ش تغذیه است و پایه 20 آیسی میکرو ما پایه 20ش ولتاژ تغذیه 5 ولت خود آیسی میکرو هست که با خازن C5 موازی میشن، با خازن عدسی C5. از این طرف هم ما خازن C14 رو داریم که باز با این خازن دوره موازی شده. توی این بخش همین چند نکته بود که میخواستم بهتون بگم. بس همواره C5 و C14 رو همواره مد نظر همواره داشته باشید. باقی قطعات هم مثل R19 و C11 و اینا میتونن نقش داشته باشن، ولی اونها نقششون بیشتر یه ولتاژ 13 ولت میشه. بعضی مواقع داشتیم که 73F5 با ولتاژهای کم ولتاژ دقیقی نمیتونست تولید بکنه، ولی ولتاژ 18 ولت خوب بوده. ولی همواره مد نظر داشته باشید ولتاژ نقطه بی ما، یعنی ولتاژ خروجی 73F5 باید دقیقاً 5 ولت باشه و توسط خازن‌های C14 و C5 هم نویزاش گرفته میشه و C13 به پایداری ولتاژ 5 ولت کمک میکنه که وقتی که جریانش این مقدار بیاد بالا C13 بتونه کمک کنه و بتونه ولتاژ رو برای ما ثابت نگه داره. لطفاً با ما همراه باشین در ادامه مباحث. تشکر از شما. خب در ادامه فیلم آموزشی میخوایم درباره دلایل به هم خوردن تدریجی تایم موتور در طی یک مدت زمان کوتاه، مثلا چند درجه در طول چند روز یا چند ماه، که البته معمولا به ماه نمیکشه. اگر در طول مثلا چند روز تایم موتور شما به هم بخوره، کمتر 20 روز مثلا یک ماه قشنگ خودشون بعد نشون بده. منتها من این عنوان رو گذاشتم که وقتی که شما ازم مشاهده میکنید با معروف کمی کنجکاوتر بشید. به هم خوردن تایم موتور در یک زمان کوتاه در طول چند درجه در طول چند روز، شاید بتونیم به این 5 عامل تقسیم بندیشون بکنیم که توی این 5 عامل قابل حس تره. مدار ترمز شامل ریله ها و میکروسویچ های شرق و غرب، 2 چرخ‌دنده های گیربکس، 3 چرخ‌دنده خورشیدی، 4 میکروسویچ وسط و مدار مربوط به آن و 5 سنسور اثر حال. حالا راجع به هر کدومشون قبلا در این فیلم توضیح دادم، ولی بازم این مروری داشته باشیم بهشون. مدار ترمز که شامل ریله ها و میکروسویچ های شرق و غرب بود که بیان کردم و گفتم اگه کنتاکت های ریله ها بر اساس جرقه کثیف شده باشن مدار ترمز به خوبی عمل نخواهد کرد. همچنین اگر با اتصال ولتاژ به بورد موتور آرمیچر شما 1 دور 2 دور نیم دور میزنه، خب میتواند ناشی از خرابی در واقع کنتاکت های رله بشه، چون کنتاکت ها اگر خاصیت فنری خودشون از دست بدن میتونن باعث بروز این مشکل بشن. و اشاره کردم و گفتم که استفاده از رله های 12 ولتی، یعنی رله هایی که بوبین 12 ولتی دارن، برای موتور الزامیه. اگه 24 ولت یا 5 ولت بذارید با مشکل مواجه خواهید شد. پس این رو هم حتما به یاد داشته باشیم. و بعد اشاره کردم و گفتم که رله ها ما 5 پایه داریم و 6 پایه داریم برای بردهای پرمیوم. شما نمیتونید اینا رو جایگزین هم بکنید. اگر یه بردی رله 6 پایه است حتما باید از 6 پایه استفاده کنید و اگر یک بردی رله‌اش 5 پایه هست حتما باید از همون 5 پایه استفاده کنید. و میکروسویچ های غرب و شرق بود و بیان کردم و گفتم مدار ترمز چجوری کار میکنه. چون زمانی که موتور از حرکت بخواد بیسته، در واقع ولتاژی که دو سر آرمیچر به وجود میاد توسط کنتاکت های رله در واقع بعد مهار بشه، اون ولتاژ از میکروسویچ های شرق و غرب عبور میکنه و اگر یکی از اینا در زمان نامناسب مدارش باز بشه باعث میشه که مدار ترمز به خوبی عمل نکنه. چرخ‌دنده‌های گیربکس بیان کردیم و گفتیم چون پلاستیکی هستن همینواره باید از سالم بودن
در واقع دندهای لبه های این دندا کاملا شما باید مطمئن باشین، سایدگی نباید داشته باشن. همچنین چرخنده خود سر فولی آرمیچه و چرخنده کناریش اینا پلاستیکی هستن، در بعضیشون لبه هاشون فلزی هست. حتما باید از سلامت کامل اینا باید مطمئن بشین که لبه هاشون خوردگی نباید داشته باشن. اگر این لبه ها خوردگی داشته باشن میتونه در طی چند روز تا چند درجه به موتور در واقع در تایم موتور اختلاف وجود بیارن. چرخنده خورشیدی بیان کردم و گفتم که چنانچه این قسمت محور فلزی در قسمت لاکی حرکت داشته باشه باعث میشه که شافت موتور شما در قسمت پلاستیکی حرکت داشته باشه. برای که مطمئن بشین از این موضوع، وضعیت محور فلزی باید نسبت به این لبه های پلاستیکی همچین وضعیتی رو باید داشته باشه. از این رو چرخنده خورشیدی موتور هم در به هم خورده تایم موتور نقش داره. میکروسویچ وسط و مدار مربوط به آن. میکروسویچ وسط هم تاثیرگذار هست در تایم موتور. اگر میکروسویچ وسط در مواقعی که تغییر حالت نباید بده و در یک ناحیه خاصی از چرخش هست که اگر این میکروسویچ دچار قطع وصلی بشه میتونه باعث به هم خوردن تایم در موتور بشه. تا چند درجه مواردی داشتم که مشکل از خازن 3016 بوده، نشش بالا رفته بوده. اینم مدارش شامل مقاطع آربی است که روی مینی بورد روی آرمیچه قرار داده و خازن 3016 که روی بورد هستش و آیسی میکروتون هم که پین 13 درگیر این موضوع هستش. و سنسور اثر حال که مدار بسیار مهمی هستش. اگر فاصله بین سنسور اثر حال و آهنربای روی آرمیچرتون زیادتر یا خیلی کمتر بشه میتونه تاثیرگذار باشه. اپتوکوپلر هم همینطور. من سنسور اثر حال رو مورد داشتم باشه که باعث بروز این مشکل میشده. اپتوکوپلر هم میتونه، چون بهات اپتوکوپلر یه دونه وجود داره و توش یه دونه نورانی وجود داره، دچار نشتی بشه و پارسای اشتباهی رو میتونه با آیسی میکرو گزارش بکنه. خب این پارت از فیلم آموزشی هم تموم شد. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. تشکر از صبوری شما. خب در این بخش از فیلم آموزشی میخوایم درباره عرضم به حضورتون که دلایل به هم خوردن تایم موتور و خاموش و روشن شدن موتور به هم بحث کنیم. یعنی ما رسیور خاموش کردیم، دفعه بعد که روشن میکنیم میبینیم که همه جهات پاک شده و موتور هم تایمش به هم خورده. عرضم به حضورتون که میخوام ببینیم چه عواملی باعث بروز این مشکل میشه. یک، کاهش یا افزایش ولتاژ دیود زنر. در پارت‌های قبلی فیلم من درباره کاهش یا افزایش ولتاژ دیود زنر و تأثیری که اون روی به هم خوردن تایم موتور داشته صحبت کردیم. دوم، خرابی آیسی حافظه. سوم، خرابی آیسی میکرو. چهارم، خرابی مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی و پنجم، نداشتن سلامت ولتاژ 5 ولت تغذیه. ببینید دوستان، کاهش یا افزایش ولتاژ دیود زنر به شدت حائز اهمیت. در پارت‌های قبلی فیلم گفتم به چه شکل هستش. یه مقاله من مدت‌ها پیش نوشتم و میتونید به اون مراجعه بکنید. ولی مدار دیود زنر تشکیل میشه از مقاومت R4، دیود زنر و خازن 37. ولتاژ زنر همواره باید بین 1.8 تا 2.2 ولت باید باشه. اگر ولتاژ خیلی کمتر بشه، مثلا 1.2 1.3 1.4 یا بیش از 2.2 مثلا 2.5 ولت 2.7 بشه، باعث میشه که زمانی که شما موتورتون رو خاموش میکنید مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی به خوبی عمل نکنه و اطلاعات از آیسی میکرو به آیسی حافظه درست منتقل نشه و با خاموش و روشن شدن این موضوع باعث میشه که شما تایم موتور شما به هم بخوره. خرابی آیسی حافظه که اینم شایع بوده، تغذیه‌اش هست و خودش هست. این رو هم ما بارها داشتیم که آیسی حافظه در بردهای اصلی شمارش 93C46 هستش. آیسی حافظه خراب شده و دیگه داده رو تو خودش نمیتونه نگهداری کنه و با قطع و وصل دوباره ولتاژ تمام داده ها در آیسی حافظه پاک میشن. پس آیسی حافظه هم میتونه باعث بروز این مشکل باشه. سه، خرابی خود آیسی میکرو. خود آیسی میکرو میتونه بخشایش دچار مشکل بشه و باعث بشه که در واقع اون داده ها به آیسی حافظه منتقل نشن. چهارم، خرابی مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی که من در پارت‌های قبلی فیلم درباره‌اش صحبت کردم، شامل مقاومت R6، R9، دیود زنر، R4، C7
یکی از آپ امپ های آیسی LM ما آردو میتونه باشه. حتما در همچین مواقعی برد رو حتما شارژ لحیم بکنید، خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. و از سلامت مواد R6 و R9 و این آپ امپ سلامت ولتاژ کامل دیود زنر 37 و R2 که مواد پولاپش هست حتما باید اطمینان کامل رو حتما باید داشته باشید. پنجم، نداشتن سلامت ولتاژ 5 ولت. یعنی اگه ولتاژ 5 ولت شما متغیر باشه، ثابت نباشه، نویز داشته باشه، بخصوص خازن C14 رو حتما زیر نظر داشته باشه اگه نشتیش بره بالا. همینطور خازن های دیگه‌ای که مثل C11 و C13 اگر این پاور شما نویز داشته باشه میتونه باعث بروز مشکل میتونه باشه. تمامی خازن های عدسی که در ریل 5 ولت فعالیت میکنن و حتما باید شما مد نظر داشته باشی که نویزشون بالا نرفته باشه. توصیه میکنم چون شما شاید دستگاه خیلی دقیق نداشته باشین، حتما خازن های عدسی که در ریل 5 ولت هستن رو حتما عوضشون بکنید. خب اینا دلایلی بودن که میتونستن باعث بشه زمانی که موتور شما خاموش میشه و روشن میشه تایم موتور شما به هم بخوره. لطفا در ادامه فیلم آموزشی با ما همراه باشین تا صفحه‌های بعدی رو با هم بررسی کنیم. میخوایم درباره دلایل به هم خوردن تایم موتور بعد از خاموش روشن شدن دوباره موتور، اما به صورت اتفاقی. یعنی یه بار موتور خاموش میکنیم، وقتی روشن کردیم میبینیم همه جهات هستن و تایم موتور هم اوکی هستش، ولی بعضی وقتا به صورت کاملا اتفاقی تایم موتور به هم میخوره و همه داده ها پاک میشن. یعنی رندومیه در واقع میشه گفت. میتونه شامل خرابی دیوزنر میتونه بشه. حالا شاید بگید این که با صفحه قبلی مشابه است، بله، اما نوعشون ممکنه کمی با هم متفاوت باشه. خرابی آیسی حافظه هم میتونه باعث بروز این مشکل بشه. خرابی مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی هم میتواند باعث بروز این مشکل بشه. یعنی یه بار خوبه یه بار بده، یا به خصوص اگه مقاومت ها عمقی بشن میتونه روی فرکانس های عمودی چون ولتاژ کمتر مقداری هستش، اگه مقاومت ها عمقی بشن میتونه باعث بروز این مشکل میتونه بشه. نداشتن سلامت ولتاژ 5 ولت تغذیه با هم بررسی میکنیم. افزایش یا کاهش ولتاژ دیوزنر. ببینید گاهی وقتا دیوزنر طوری خراب میشه که یه بار ولتاژش خوبه یه بار ولتاژش بده. من این مشکل چندین بار تا داشتم. دیوزنری که باید ولتاژش بین 1.8 تا 2.2 ولت باید باشه، یه بار که ولتاژ میاد وارد مدار میشه، زنر ولتاژش تثبیت شده است، یهو تغییر حالت میده. پس کوچکترین رفتاری رو، کوچکترین تغییر ولتاژی که شما در دیود زنر داشتید باید اونو شدیداً تحت بررسی قرار بدید. کوچکترین رفتاری که در ولتاژ دیود زنر داشتید رو جدی بگیریدش. نگید حالا یه بار اینطور شده خب رفت شد تموم شد. نه، کوچکترین تغییری در ولتاژ دیود زنر، تغییری که خارج از عرفش باشه، بین 1.8 تا 2.2 ولت باید دیده بشه. حتی یک بار هم شد 1.2 1.3 1.5 ولت، باید موضوع دقیقاً باید بررسی بشه. خرابی آیسی حافظه. تو این سال‌ها من بارها مشکل داشتم که آیسی حافظه طوری خراب شده بود که بعضی از وقت‌ها به خوبی عمل نمی‌کرد و داده رو تو خودش نگهداری نمی‌کرد. پس آیسی حافظه هم میتونه باعث بروز این مشکل میتونه بشه. خرابی مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی، عمقی شدن مقاومت‌ها R6 R9 R2، حتی خرابی خازن C7، خود دیوزنر، خود R4، اینا میتونن باعث بروز این مشکل بشن، میتونن عمقی بشن. و زمانی که به خصوص فرکانس عمودی انتخاب میکنید در ورودی، چون ورودی شما 13 ولت هست و کمی ولتاژ کمتر میشه، میتونه دیود زنر اونجا میتونه واکنش نشون بده که خراب شده باشه و ولتاژ زنر رو کمتر بکنه. جدی بگیرید مسئله. به خصوص R19، حالا درست R19 تو مدار پاور هست ولی اینجا بیانش میکنم که یک مواد کم عمق هست، اگه عمقی بشه میتونه باعث بروز این مشکل بشه. خب گاهی وقتا هم هستش که خود آپ امپ اول، یعنی آپ امپ A آیسی LM ما طوری خراب میشه که یه بار خوب عمل میکنه یه بار بد عمل میکنه. من تو این سالها که روی موتور کار کردم فقط یک بار تا با این موضوع برخورد کردم که این آیسی LM آپ امپ اولش طوری خراب شده بود که یه بار خوب عمل میکرد یه بار بد عمل میکرد که با تعویض آیسی مشکل حل شد. این موضوع هم میتونه حائز اهمیت باشه و شما نباید در واقع از این آیسی LM339 هم غافل بشید.
نداشتن سلامت ولتاژ 5 ولت تقصیر. ممکنه 5 ولت هم وجود داشته باشه اما درش نویز وجود داشته باشه. خادن C14 و تمام خادن‌های عدسی که در ریل 5 ولت هستن رو به شدت در نظر داشته باشید. اگه اونا طوری خراب بشن که گهگدایی که موتور روشن میشه، خادن‌های عدسی CMD میتونن باعث وجود نویز در مدار بشن و یه بار این نویز تاثیرگذار باشه روی مثلا آیسی حافظه و یه بار هم نه طبیعی کار بکنن. پس اینها رو حتما مد نظر داشته باشید. لطفاً با ما همراه باشین در ادامه فیلم آموزشیمون. ما توسط دستور Go to Reference از منوی دایسک رسیور میتونیم موتورمون رو دوباره تایم بکنیم. لطفاً به این فیلم توجه کنید. الان زبانی روی شفت موتور عدد 25 درجه شرقی رو داره نشون میده. این در حالی هستش که عددی که داخل آیسی میکرو ذخیره شده حدود 14.6 درجه غربی در واقع هستش. برای اینکه این خطا تصحیح بشه، چون عددی که روی زبانه هست با آنچه که در آیسی میکرو شمارش شده دو تا عدد کاملا متفاوت هستن، به این نتیجه میرسیم که این موتور تایمش به هم خورده. برای اینکه این کار تصحیح بشه و تایم موتور شما میدادن تنظیم بشه، ما از منوی دایسک گزینه Go to Reference رو در رسیور انتخاب میکنیم. موتور ما هر جا که باشه باید شروع به چرخش بکنه و بره روی عدد 0 بیسته و آنچه که روی دیسپلی هم نشون داده بشه تصحیح میشه و هر دوشون یه عدد مساوی که همون 0 باشن میشه. لطفاً دقت کنید. ببین الان تصحیح شد. اینجا 0 شد، اینجا هم 0 شد و الان من به سمت شرق شروع به حرکت کردم. ببینید الان هر دو عدد دقیقاً با هم مساوی شدن. این الان رو 5، این هم تمام 59 نامو داره نشون میده. ما به وسیله دستور Go to Reference میتونیم موتورمون رو دوباره به حالت تنظیم برگردونیم. رسیدیم به بخش انتهایی فیلم آموزشیمون، جمع‌بندی هستش. در صفحه 64 کتاب من به یک سری آیتم ها اشاره کردم، چند توصیه مهم و مفید که زمانی که موتور شما روی میز کار برای تعمیر باز شده، سعی کنید نکاتی که برای شما اشاره کردم که شامل، ببینم چند آیتم بود، که شامل 18 آیتم هستش. سعی کنید این 18 آیتم را روی میز کار در مسئله تعمیر موتور حتما رعایت کنید. نکات به شدت خوبی هستش، از سالم بودن خطوط مسی، شارژ لحیم کردن، زنگ زدگی قطعات گرفته، تمام این آیتم ها رو سعی کنید مد نظر داشته باشین. سرفصلایی که در این فیلم آموزشی برای شما صحبت کردم عرضم به خدمتتون شامل 4 قسمت بزرگ بود، الف به جیم دال. قسمت شامل 10 تا آیتم بود. درباره دلایل مکانیکی صحبت کردیم، درباره میکروسویچ ها اومدیم صحبت کردیم، درباره گیربکس های قطبی و سرعتی اومدیم صحبت کردیم، درباره بردهای تأخیری اومدیم صحبت کردیم، درباره بردهای سوپر اسپیدی اومدیم صحبت کردیم، درباره آیسی حافظه صحبت کردیم، درباره مدار مانیتورینگ ولتاژ ورودی اومدیم صحبت کردیم، درباره سنسور اثر حال اومدیم صحبت کردیم. در عرضم به حضورتون که درباره به هم خوردن تایم موتور صحبت کردیم. نکاتی که احساس می‌کردم باعث میشه که تایم موتور شما در کوتاه مدت یا دراز مدت یا اینکه موتور خاموش بشه و روشن بشه، تایم موتورتون به هم بخوره، براتون مطرح کردم. کلیه مطالبی که در این فیلم آموزشی برای شما گفتم هم در کتاب موجود هست و هم در فیلم‌های آموزشی قبلی که در کانال استاد حسن وجود داره و در کانال یوتیوب بنده وجود داره موجود هست. میتونید بهشون مراجعه کنید و اونا رو با دقت بیشتری روشون بازبینی یا مطالعه داشته باشید. ولی اون نکاتی که حائز اهمیت‌تر بود و میتونست به تسریع عمل تعمیر شما کمک بکنه رو من در این فیلم آموزشی براتون مطرح کردم. امیدوارم آنچه در این فیلم آموزشی برای شما عزیزان مطرح کردم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از صبر و شکیبایی شما بسیار سپاسگزار هستم. اگر با بنده امری داشتید از طریق کانال یوتیوب یا از طریق ایمیل آدرسی که در پایین صفحه شما مشاهده خواهید کرد میتونید با من در تماس باشین. همه شما عزیزان را تا یک فیلم آموزشی دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.